برای چند لحظه تصور کنید فردا عید سعید فطر است و رمضان تمام شده. لباس‌های مرتب و اتو زده، بوی غذاهای رنگارنگ، جمع شدن فامیل‌ها دور هم، پیامک تبریک عید به دیگران. سپس به زمان حال برگردیم و نگاهی به عملکرد خودمان بیاندازیم. آیا حق رمضان را ادا کرده ایم؟ اصلاً به چند درصد تصمیماتی که برای عبادت در این ماه گرفته بودیم جامه عمل پوشاندیم؟ برای کسانی که چون بنده حقیر احساس کمکاری می‌کنند، یک خبر خوب وجود دارد. هنوز ماه مبارک رمضان به پایان نرسیده. واقعاً اگر همت وجود داشته باشد، می‌توانیم کمکاری‌ها را جبران کنیم. نماز جماعت، قرائت قرآن و تأمل در آیات، ذکر گفتن، صدقه دادن، صله رحم، عبادت ویژه در 10 شب آخر، خلوت کردن با خداوند متعال و اظهار نیاز و دعا به درگاهش. هشدار که 2 دهه اول گذشت. اگر دستمان پر نباشد، اگر از عباداتمان راضی نباشیم، این عید خجسته و مبارک هم رنگ و بوی خود را نخواهد داشت.